را میبینی؟ تمامشان به زبان خود ذکر خداوند میکنند بچیم. پدرم او هم فکر میکنه قدرتمند است و هر کاری رو بخواه انجام داده میتونه. پدرت اشتباه. تا حالا بیدار نشده، راحت خوابش برده، نیک مسموم شده. اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید، پس از داروهای بتا پروتئین و گینرهای صاف سودا استفاده برید. داروهای لطفاً بیدار شو، من میترسم. پیش و گوشم قدر چیخ نزن. ما کجا چیخ زدیم؟ خودت چیخ میزنی. هنو یعنی ما از همین خاطر تا صبح بیهوش بودم نه؟ نه، برای دوای آفرین به تو. حالا بخیز، باید شفاخانه بریم. بخیز. من در این روز روشن شفاخانه نمیرم، حتما نفرای کاش که دیشب واقعا سرتم مشکستاندم. عجله نکن. یک بار دستت خوب شوه سرم از زیر پا آی بیدار شد طاهر. من میترسم طاهر. من نگفتم که میترسم. یک روزی گپ خود گفت
برم. آی طاهر، نفس هر وقتی که از تو چیزی پرسیدم باز جواب بده. به نظر ما باید بریم. حتما کل جای گشتیم. مصطفی بیادرم به شدت زخم دیل میشه. فاتی بیادرمشون رو پیدا کردی. بچه چی فکر کرده؟ با مادرم دروغ گفت. یکی خودش انداخته. میخوای حقیقت میبینی؟ مادر جان ها هیچ گپ نمیزنی میفهمم. صدقه چاهم هرچی که میخوایی زودتر بخر که بخوان. نامزدی را نشان بده یک تنه خوب بشه. انگشتر رو چلاره؟ ها همیال نشانتان میتون بیاین. ای خوب است که دیگه کس خبر نشده. آها او را خوبان نگه به از انم کدام تا خبر دادن نمیشناسم. ما بگوین چی کنم مادر جان ها؟ از بیکار استاد شدن کده خوب است که کمه به سر وزن برسم. ماما خلاص یعنی نمیخوایی براس دگلاکتون بگیری؟ نه حال
گفته بودم اما برعکس برآمد. ثانیه خور. چرا؟ گفتی که آسیا لاکت نو خریده. خرید خاله جان. ما چی تو خبر نشده؟ بیادرتان بیارین، مصطفی بیادرتان ببرین. شما هم به جایی که بیادرتان نجات بتین از پشت ما آمدین. نمیتونستیم دیگه تو شروع نکن تا ایربان که من برم تفنگ بگیرم. ینگه جان، من خودم مشکل حل میکنم، با من اعتماد که فهمیدی؟ ای پرندگه که فراری. تو میتونی ما رو ببینی؟ هوش کنی جمله تا مکمل نگویی. بیادرت هم طاهر امکان نداره. برو، بیشتر از این اعصاب من خراب نکن.
خب حالا چی کنیم بیادر؟ باید بفهمیم که بیادر ما را کجا پت کردن. چه قسم؟ مراد جان، گفتم پیش از شروع کردن کار اول باید سر تو را بشکنانم تا روزم خوب تیر شود. تو نمیتونی این کار کنی. سازم برای انگشتر میخرم. در بازار زیاد نگرد، درست است؟ بجایی کنگ برای تو فهمیدن. از یک خانه یک دیوانه بس سگه بگیرم نظیره را نمی گرفته. ما میخواستم همیره بگویم وقتی به مرجان چله گرفتی باید پیسشم لالا تایر بتنیم. ها بیادرم خو کار نداره به خاطر که امروی مصطفی و ینگی ما به تپه رفتن شو نوه. نه خلاص شد. ایلالا آفرین نواسه مقبول ما، آفرین. Kaka Osman. Je eet پیش تو هم
متاباله مثل شما آدمای خوب ندیدم بود. حتی نشناخت. از خاطر من جان کلتان در خطر افتادم. هنوزم امیدوار هستی، اما امید بزرگ بدی است. میفهمی چرا که شکنجه را زیاد میسازه. بعد شما شبم آقا بدن. فقط کنم بازی کارا را پسان کجانم، حالا بر من بگو که در اینجا چی میکنی و چی پلان داری. مجبور من سعی میفهمی خوارچه نمیفهمم چی بگویم. آقا مصطفی زیاد زخمی شده.
دقیقه صبر کن تحمل کن. اشتباه کرده اما درست فکر کن. او زن شوهر شیلا کرده، با بچهش فرار کرده. طاهر فریب یک شیطانه میخوره. تو که تو زن شیطان صفت نیستی. اما به خاطر گلان و نمکش خوردی یا برات زاره ودت می باشم و اگه اون نمی بود مام باندگه که با ودت خیانت میکرد. فکر میکنی که تنها طاهر قربانی شده؟ نفس ودت به این حال گفتم که نامشون دلمو با زبانت وها دیگه مرا گلم صدا نکو بیخی یک رنگ اومده. دیوانستی، به خدا دیوانستی. وقتی ما را گرفتن بازو و خود فهمیدی که گپ چی است.
هر شب پیش از خواب یک بشقابه پر کرده لقمه میزنه. وقت سرش قار میشم میگه امرای خرس گوش نغره. من امید خدا از دست نمیدم. طاهر دیوانام همیره برم گفت. زنده باشی کاکا داوود. خواهش میکنم شیرم. ادریس بیادر؟ طاهر بیادرم. میرسین ما کارای ضروری را میکنیم بیادر. هر کاری که دلتان شد بکنین. درست است بیادر. پشیمان خواهد شدین. به خانه بسیار زود آمدی آسیا خواهر. تو از کجا فهمیدی که ما اونجا رفتیم؟ دیروز خاله ثانیه نفس زورلو اینجاست. لطفاً مریض بیارین. این آمدیم. خبر داشتم. غیر از تو کلگی خبر داره. یا دختر ما بگیرین یا شراکت نمی کنم. دیگه چی چاره داشتیم؟ بیشک ولی به خاطر شراکتش مرا فرو
چی شده؟ میخواستم برم گفتم نگویم اینجا تو را از بین میبرم رئیست خبرم نخواد شد. اگه خبر شود قصه تانم نمیشه ایره میفهمی؟ ما با شما یک کلمه ایلودا قرض دارم بود. چرا بیادر؟ آفرین به او زن بیچاره که چطور تحمل میکرد. نمیتونستی مانع رئیستان شوی. وقتی او از بانک خانه برن بیادر. اصلا نمیخواستم بگویمش اما
مام به تو بریانی بخور. ساعت کلشان تیر است. او گناهکارا رو اونجا لط میکنن. ما همراه تو اینجا تنها. هر کسی که میگم تیره خودم میکنه. مادر ملا صاحب خوش آمده. خوش باشین خانم. آسیه گفتم بچه هایم کجا هستن؟ امزاد امشب بخیر برشان محفل میگیره. خود بچم گفت که او دختره بودم که در اینجا دراز نکش. بی کل جای گد کدی. ای خدایا اینجا نشینم اون خواهر چقدر مقبول شدی جانم. واقعا مقبول.
خوش آمدین. ها چیز خوش باشی. ضرور نیست. دوای خود خورد. تا صبح خوب میشه بخیر. با صبح شو با یک دست مراد اما زنه که زیاد رنج کشیده باشه و جانش در خطر باشه باز او را هرگز بیادرم تنها نمیمانه. نمشکه دیگه جرأت نکنه سرم دست بلند کنه. مرام دست کم نگیره. برش هرگز ای اجازه را بیادر حال چی کنه؟ راه فرارم نداره.
ضرور نیست که شما همیشه مجموعه خلاص شد. لطفاً بفرمایین بشینین. نکنید از صبح است که کجا هستن؟ زنده هستن یعنی؟ گنی اگه از اینجا زنده رفتین نفس و یهی تا تسلیمی به شرف نکنه.
آقا وداد لطفا این کارو نکن. آقا وداد لطفا. میفهمی واقعا زیاد جگرخون است تو. شوهرت نیست. و شیروار بچه را کلان کردی. داستان زندگی تو باید به کتاب تبدیل شد. برام نگفته. لطفا راست بگو. اما تو که جان عشق هنوزم است. اما ودت به خاطر من حاضر است که جان گفتم جان کی را گرفته. فقط اما یک مثال دادم تا وقتی که ما
آها. پاک پروردگارا دا چی غم مانده سعیس رفتم دختر چی میکنی؟ دلم قربانت جوام زنکم الان زود شده زود چه بیا معاملشان اصلا قبول نکن. شادخت زندانی نظر نمیده. تو باید هرچی زودتر شادخت رویایی ما حتما میرم. مانده نباشه. بیادر بسیار خوب کار کردی که خانمی شناخت تاف کردی.
جنجال نفس کم بود که حالا جنجال ایشنم شروع شده. استانبولیا پشت خانه ما را مالیاس گرفتن. چهار تا قومتان. ینگه نفس چطور است؟ باید بسوزه. بازر بده که کدن میرین جزایش به او میته. نه چرا قدر عجله داری؟ حوصله مادر دم دروازه رو دختر ملا گفته گرفته میشم و بلا برم. به تربیت. چپ. ای خدایا یارم. میخواستی چیزی مصطفی بیادر تونستی نجات بدین. کلشان از بین میبرم. دانه دانه کلشان از بین میبرم.
از اونا طرفداری نمیکنم احمق. کوشش میکنم از تو مراقبت کنم. نفسم قید میشه. ایش بدون اونا مصطفی کلالی، تو چقدر یک آدم وعده خلاف برآمدی؟ سلام علیکم. اجازه است داخل بیایم کاکا داوود؟ علیکم السلام. چطور شد که خبر ما را گرفتی مصطفی؟ مصطفی چی شده؟ بله بیادر، بله، خیرت باشه. ده 3 روز خلاصش کن. کاکا خدا یارت، دیر سال زنده باشی.
فعلا در زندان است. آزادشم نمیکنن. ما شیطانی نکده. کدام اشتباهی نمی کنم. اگه مانی مام شوین 1 دقیقه گم نمی باشم. توبه فقط هوی مادر تو برو خوش. برو خانم ثانیه که 1-2 دقیقه نفس آرام بکشیم. طاهر میشه که موضوع دیشب فراموش کنی؟ میخواستم بگو مشنام چی میخوایی؟ راستش این از ودت میترسی اما حال چی شده که ازش نمیترسی؟ ودت دیشب بندی شد. چی؟
کاش پیش مادر انگشتر طلای مک خریدی؟ فشار از همسایه میاره و انگشترمان برش نشان میدم. باشه گپا بگویم عروسی هستی که در کل دنیا جوره نداری. بیلی کمه از میاد بگی داینده بد چکرش میدیم چی وقت بریم؟ آی خدایا امروز نوبت مسک خانه از کجا خبر شدی؟ به خاطری که خودم شکایت کردم. تو چرا این کار کردی دختر؟ زخمایته دکترم برام ورقه درخواست شکایت داد. خو خیر ورقه گرفتین
یک دانیم دختر کاکای نازدانیم چطور اوه است؟ دختر کاکای نازدان. آسیا خواهر درباره وضعیتتان برم گفت. که ما در زندان نگاه خود کت نفس خانم. خب بعد از او محکمه دار میشه. جزایش بسیار سنگین است. باید جزای خدا ببینه. وکیل خوبی است. بسیار موفق است. بعضی کارهای شرکت همون انجام میده. ام بیادرت خو قار نمیشنی؟ حالت چطور تصمیمت تغییر کرد؟ حاله تو تو را چیزی نمیشه. بچه تا ما و تو بیادر چی گپ شده؟ ما برات یاد میتونم که چه قسم لطکوب میکنن. زیاد گپاس که تو خبر نداری. چیزایی را که میفهمم برم کافی است.
مادر. بیا دیگه جانمش. آی بیا. باید شکایت را که از ودت کدی پس بگیری. امکان نداره. هیچ امکان نداره. کنی. اگه شرط ما قبول کنی باز برات پلانم میگم. چه رقم پلان؟ من میتونم که همطور برات هر وقت اونا را به ما دادی ما اونا را از اینجا دور میبرم. من نفس باید خانم رفتن نفس نیست بلکه میخواه نفس پیش ودت ببره. معامله که ما کردیم به خاطر نفس نبوده. یستی که شاید درویش که تسیلی بزنم و هیچ پشیمانم نشم. دقیقا توی عید می باشم، درست است؟ حال دیگه تشویش هیچ چیزا نکن. عقلم سعی کار نمیکنه. کار کده نتونست. طاهرام هیچ کار کده نمیتونه. فقط
اوی که کد جمیل شریک شویم. کد مرجان باید توی کنی. درست است. عروسی میکنم. ایره بپوش. اپ اپ اپ. Opa! به اتاق کاپتان بریم. نه اتاق کشتیران. حالا کوکو طاهر بیبی من کشتی میرانم. اول باید کاپتان.
ایبینی از گوشایم دود مبرایه. دود مبرایه. اتو که معلوم میشه کدام گپ شده؟ چی شده؟ شاید او دوستش باشه. ایشی می دل مستو صدقه که تو شام چی گپای میزنی تا نیست. امتحام خدا جگر خون نکن. باید زیاد متوجه باشی جان. سعی زن متوجه. میخوایم مثل دو مرد با هم گپ بزنیم. من نمیتونم. پیاده
مشکلی نیست. دست به ما به تو بخور. در روسیه دو چند آزاد میشی بخیر. شاید چند مشروقه دگام پیدا کنی. خوش آمدین. خوش آمدین خاله جون. خوش باشین. خوش باشین. باشید شما هم خوش باشید. دگم به خیر. خوش آمدین. خوش باشید. Açmayan
تبریک باشه. برای آزاد بسازی؟ به خاطر نجاتتونی. دیگه کت تایر خرز نمیگیرم. گفته بودی که کت بیا. او قهرمان ما ثبات نیست. بیادره او کدام بلای خود سرش ناوردن. تا فعلا خونی، اما ای که پسان چی میشه و چی نمیشه. این دیگه با تو مربوط میشه. بدونی که به کسی چیزی بگی از اونجا بره و پیش ما بیا در تا اعلام میکنم. چرا آمدی خواهر؟ چرا آمدی؟ ها چرا؟
ودت وعده داده بودی حالا بان که بره. از عکس بیادر مرحومم استفاده کرده. سرم تهمت زدین نه؟ نفس. تنها یک را وجود داره که طاهر زنده بانه. خود می نماییم که برای نصف کردن کین برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و می خواهید فربه شوید پس از